علی گدا و چراغ جادو با شرکت ملا حسنی. منم شرکت داره. صبر چیزی مکامız ما چیزی سخته زده باز تا اینجا شده. خوبه خواب میدیدی خواب فتنه میدیدی اونجا در هم بر هم ریخته شده ها. سخته نزنی بمیری خودت جهنم. بعد ملا حسنی بدبختی بینوا چه کار میکنی؟ اگه تو میمیری اون وقت من باید مایتی چی میشه در روستان؟ بدبختی بزاره میشه چی؟ صبر من برای تو یه چیزی دم بکنم بیاورم. اون چی اسمش چای نه اون یه چیزی دم میکنه. اون که اولش منه بعدش توی بعدش زبان داره. انگل زبان دم بیکنی برای تو که اصلا تونه سرپا میکنه. انگل زبان برای تو دم میکنه. این چیه وافور جدید گرفته؟ به ما نمیگویی عجب وافور گریم. این باید این بوده 3000 سال بود کمرمون رو خم نکرده بود. اون چی اصحاب فتنه آمده؟ بنده در خدمتگزاری حاضرم سرور من. هر امری دارید بفرمایید، من در کمترین زمان ممکن آن را اجابت خواهم کرد. شما چی باشه؟ سرور من غول چراغ جادو هستم، برآورده کننده همه آرزوها. آرزوی شما چیست؟ بگویید تا برآورده کنم. آها پس تو اون گل بوده. اون گل بوده که توی چراغ قایم شده بوده. منم ملا حسنه. حالا ببینم که مقام عظما سفارشی صحبتی بهبتی نداره قبل از ارتحال. بدبختی بینوا. مقام عظما ویراد میفرمایند که شما الان در اوضاع چالشه. خیلی چالش شده. اون مهرانه چی هم بحرانه. بحرانش نظام محاصره کرده. الان زندگی ما شده مثل سریال. یعنی امروز خودش میبینی فردا تکرار اونو میبینی. همش عین هم میشی. الان ما در این وضعیه چه کار میکنیم؟ یک مشاوره، یک مشورت، یک معلوماتی به مقام ما تو بده چه من بفهمی تو گوله. والا من آدم سیاسی نیستم. من قاطی این موضوعات جنایی خودتون نکنیم. ما سرمون تو کار خودمونه. روزی 2 تا آرزو برآورده میکنیم، نون خانواده‌مون رو در بیاریم. ولی رفیق مفیق دارم که تو این زمینه بهتون مشاوره بده چجور. ولی خب پورسانت ما رو فراموش نکنیم. او شانس ما رو نگاه میکنه. گل چراغ جادو همشه میایی به دکله کاسب بدبخت بینوا در آمد. آخه بعد اون وقت میگویند که سر مذاکرات ژنو به نتیجه نمیرسه. بدبختی بینوا. مقام عظما میفرماید که پول چای شما اصلا حله. تو مشاورانه به ما بده. یه مشاور بیاور برای ما که ما را از این وضعیت بدبختلخ نجات میدی. فهمیدی؟ جان حاج آقا مشاور دارم. مال کارخونه زیمنس آلمانی است. طرح‌هایی میده که به عقل جنم نمیزنه. بابا تو دیگه برای ما دوستوزلان ما نمیخواد برای ما اون چی گرمی میکنی؟ بازار گرمی نکن برای ما. من را خود من طرحه مراودت تجاری نداره و تو اونجا بازار گرمی میکنی؟ مجی را تلجی پیشوا آدولف هیتلر وارد میشود. هایل هیتلر. هیتلر عظما جسمشان ناقصه اینجوری بلد نیست میکنه. اما من به جای اون میکنه. میگویی که روح من آدولفی کلید در هرچه قفله. اون شعری خودش گفته. آتیش جنگ و گر بده دوباره، باید 3 میلیون تو تنور بریزی. بمب اتم رو سیدلی ول نکن، زهر بخوری عین هماست میریزی.
یادت نره وقتی امام زهرا خورد به ارتحال افتاد و تب کرد و مرد. آخه فاشیستا رو چه به نرمش قهرمونی چوبشو میخوری یه روز نشون به این نشونی نشون به این نشونی. آخه فاشیستا رو چه به نرمش قهرمونی چوبشو میخوری یه روز نشون به این نشونی نشون به این نشونی. فاشیستی که عمامه داشته باشه باید تموم دنیا رو بگیره. عظمایی که عرضه نداشته باشه باید بره یه گوشه و بمیره. بدون بم کله شدم من تو زبال دونی تو هم با نرمشت عزی به سمت من روونی به سمت من روونی. اگه